درود به همه دوستان. آموزش طراحی سایت با وردپرس رو دارم. امیدوارم که براتون مفید باشه. من صحبت هامو با پاورپوینت یادداشت میکنم که اینطوری بهتر تو ذهنمون بشینه. حالا وردپرس چیه؟ وردپرس بر پایه زبان برنامه نویسی ساخته شده. زبان برنامه نویسی زبانیه که به وسیله اون یه شی یا صفحه یا هر چیز دیگه ای ساخته و در نهایت اجرا میشه. ما یک سری زبان هم داریم که بهش زبان نشانه گذاری میگن. هدف این زبان چیه؟ هدف این زبان این هست که یه چیزی رو به ما نشون بده. ما یه سری زبان دیگه هم داریم، زبانهای بیس و پایه. وقتی ما این پکیج کامل زبانهای کدنویسی رو یاد میگیریم، در کنار وردپرس میتونیم تو دنیای طراحی سایت هر چیزی رو بسازیم، طراحی کنیم و در نهایت اجرا کنیم. حالا خود وردپرس بر پایه زبان برنامه نویسی PHP ساخته شده. ما زبانهای دیگه‌ای هم داریم، مثل زبان جاوا اسکریپت که اصطلاحاً بهش JS گفته میشه، زبان CSS رو داریم، زبان پایتون رو داریم و غیره. زبان‌ها خیلی زیادن، ولی مهمترین چیز برای ما وردپرسه که بر پایه زبان PHP ساخته شده. حالا این زبان‌ها چه کمکی به ما میکنن؟ مثلا من میام توی ویندوز خودم تو منوی استارتم، کروممو میگیرم میکشم میذارم این طرف. توی این سیستم عامل از قبل یک کدنویسی‌هایی صورت گرفته که به من کاربر اجازه میده من بتونم مثلا توی منوی استارتم همچین کاری رو راحت انجام بدم و یه سری چیزها رو باب سلیقه خودم درست کنم. تو وردپرس هم به همین ترتیبه. کدنویسی‌هایی انجام شده که وردپرس رو برای بازار کار، برای طراحی سایت، برای من کاربر راحت کرده. سیستم آماده، سرعت بالا در اجرا، عیبیابی سریع، باب دل گوگل از باب سئو راحتی که داره و شرکت‌های بزرگی که از این CMS استفاده میکنن. CMS همون سیستم مدیریت محتوا هستش، Content Management System. حالا سیستم های مدیریت محتوا بر پایه PHP ما دروپال رو داریم، وردپرس رو داریم و جمله رو که از همه مهمتر برای ما وردپرسه که حرف اول رو تو بازار کسب و کار الان میزنه. حالا شاید شنیده باشین خودتون یا از دوستانتون که تو رزومه کاریشون وقتی عنوان میکنن که وردپرس کارم، بهشون میگن که وردپرس که چیزی نداره، وردپرس به درد نمیخوره. ولی وقتی یه پروژه بهتون میدن و میتونید انجامش بدین و به نحو احسن سایت طراحی کنید، هم خودتون و هم دیگران متوجه میشین که وردپرس واقعا از نظر کار خیلی راحت و روون هستش. به خاطر سئو راحتی که داره، کدنویسی روون و استانداردی که شده و اینکه سرعت اجرای وبسایتش خیلی خوب هست. و ما سایت ها و شرکت های بزرگ و جهانی رو داریم که با سایت وردپرس کار میکنن، مثل اینستاگرام، مثل گوگل، مثل خود اپل، شرکت های بزرگ و جهانی. البته سایت های وردپرسی که اینا باش کار میکنن از نظر کدنویسی کاملا تخصصی هستش. حالا یه سریا فکر میکنن برنامه نویس ها خیلی موفق ترن تو دنیای طراحی سایت، ولی اینطوری نیست، چون تو ایران نهایت پروژه طراحی یک سایت باید با 15 تومن جمع بشه و یه برنامه نویس وقتی میخواد یه سایتی رو طراحی کنه پیشنهاد رقمش مثلا 150 میلیونه که باید 150 تومن هم برای پشتیبانیش بده. ولی تو ایران کارفرماها معمولا با 15 تومن میخوان سایتشون طراحی بشه، نهایت 3 تومنش هم برای پشتیبانی ماهیانش پرداخت کنن. ولی اون 150 میلیونه برای کجا خوبه؟ برای شرکت‌های بزرگ. پس ما هم وردپرس رو باید یاد بگیریم و هم برنامه نویسی رو. حالا وردپرس رو چطوری اجرا می‌کنیم؟ وردپرس رو با 2 روش میتونیم اجرا کنیم. یکی اینکه هاست بخریم
دامنه بخریم و سایتمون رو اجرا کنیم که این میشه مرحله پرخرجش. از یه روش دیگه ای هم میتونیم وردپرسمون رو اجرا کنیم، حداقل در زمانی که آزمایشی هست، روی لوکال هاست مجازی، یعنی روی کامپیوتر خودمون و از سی پی یو خودمون استفاده میکنه. دامنه هم نمیخواد که بخریم. حالا لوکال هاست رو چطوری استفاده میکنیم؟ لوکال هاست رو از نرم افزارهای مختلفی که هستن میتونیم استفاده کنیم، روی اونها اجرا کنیم، مثل نرم افزار ممپ، زمپ، لاراگون، ومپ. حالا نرم افزارهای لوکال هاست روی چه سیستم عامل هایی میتونن کار کنن و انجام بشن؟ مثلا ما برای سیستم عامل مک، بذارید البته اینطوری بنویسم، برای زمپ، ومپ، ممپ، لاراگون، یونی سرور و لمپ، برای اینها از چه سیستم عامل‌هایی استفاده می‌کنیم؟ زمپ مناسب همه سیستم عامل هاست و همه رو پشتیبانی میکنه، لینوکس، ویندوز و مک. البته بذارید به اسم اولشون، به اول اسمشون دقت کنید، من زیر هر کدومشون یه خط میکشم. زمپ با ایکس شروع میشه، یعنی همه سیستم عامل ها رو پشتیبانی میکنه. ومپ مناسب، همونجور که از اول اسمش معلومه، مناسب ویندوز هستش. ممپ مناسب مک که البته برای سیستم عامل ویندوز جدیداً طراحی شده. لاراگون و یونی سرور مناسب ویندوز هستش. لمپ هم مناسب لینوکس هستش. حالا ما 3 تاشون رو داریم، زمپ و ممپ و ومپ. با این 3 تا آشنا میشیم، کار میکنیم و ببینیم حالا هر کدومش رو که راحت تر هستیم باهاش بتونین کار کنیم و لوکال هاستتون رو اجرا کنیم. حالا دانلود وردپرس رو همیشه از مرجع بروز وبسایت خودش دانلود میکنیم، wordpress.org. برای ابتدای کار که میخوایم با محیط کاری وردپرس آشنا بشیم، همون فارسیش رو دانلود میکنیم. سرچ کنین fa.wordpress.org و وردپرس فارسی رو دانلود کنین. ممکنه حالا بعضیا فارسی بنویسن ولی فارسی ننویسین، حتما این رو به لاتین بنویسین و از سایت های فارسی وردپرس رو دانلود نکنین، چون ممکنه وسط کار یه دفعه سایت بالا نیاد و زحمت هامون به هدر بره. و نرم افزارهای زمپ، ومپ، ممپ پرو از سایت صاف 98 دانلود کنید برای جلسه بعد لوکال هاستمون رو اجرا کنیم.